چیزی که در تصویر است میفهمین دیگه که چی است. چرا انسان ها ظالم میشن؟ چرا با یکی دیگه ما را وفاداری نداریم؟ چرا یکی دیگه ما را دوست نداریم؟ گفت اول ما که در خوش آمدگویی گزارش گفتم، چه وقت آرامی کامل لوطن ما میشه؟ یعنی همه گپا رو به خاطر زندگی زحمت بکشیم، این را جور کن، اون را جور کن، خانه، موتر، پیسه داری، همه چیز که تلاش میکنیم که باش زندگی ایستگاه آخر دینمی مرحله است. سان سفید به شک است که با خود ببریم یا نبریم، کس باشه که بر ما بیاره یا نه.